ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند. مطمئناً حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعاً و انصافاً هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد. این رو مطمئن باشید. بحث صرفاً انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد. اینو مطمئن باشید. اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.